مثل این کودکان سالانه میلیون ها کودک مجبور کارهای سخت و مشقتبار را انجام می دهند. به گفته سازمان ملل متحد، کودکان و نورسانی از 5 تا 17 ساله‌ای که کار می کنند 160 میلیون نفر هستند. برای پیشگیری از کار غیرقانونی آنها، الیهاندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی امریکا، گروهی را تأسیس داده است که باید با استفاده از هوش مصنوعی مانع واردات مال‌های شوند که با استثمار کارگران تولید شدند. ما می‌کوشیم برای تفتیش بارها و معلوم کردن مال‌های تولید شده از روی کار مجبوری از هوش مصنوعی بیشتر استفاده بریم. تیالی، نماینده وزارت کار امریکا، میگوید که اگر مشکل کار اجباری در سرچشمه‌هایش حل شود، بهتر می‌بود. به نظر من هوش مصنوعی ابزاری فوق‌العاده توانا برای کشف و دریافت اطلاعات است. مثلا شما درباره معدن کوبالت معلومات میگیرید که شاید در کنگو استخراج شده است. این کوبالت در استحصال اکومولاتورهای لیتیومی در چین به کار می رود و سپس این اکومولاتورها را در ماشین‌های امریکا می‌یابید. هوش مصنوعی را می توان همچنین در مرز برای یافتن مال‌های قلبکی به کار برد که با زحمت کودکان تولید شدند. بندر بزرگترین ما که این گونه مالها به آنجا وارد می شوند بندر لس آنجلس است که سالانه میلیون ها کانتینر مالهای گوناگون را قبول می کند. هوش مصنوعی اینجا نقش بزرگ اجرا کرده می تواند معلوم کند که بار از کجا آمده است و کجا می رود. این معماها را هوش مصنوعی نظر به آدم فوق العاده زودتر حل می کند. با وجود مفید بودن هوش مصنوعی، کارشناسان میگویند باید ضمن استفاده آن احتیاط کرد. من میدانم هوش مصنوعی باید محیط را بیاموزد. وقتی شما سعی میکنید محیط چین را آموزید، از آنجا اطلاع درست گرفتن سخت است. چگونه شما اطلاعات درست را از نادرست جدا میکنید؟ کی معلوم میکند که خلاصه هوش مصنوعی درست است؟ انتظار می رود که گروهی وزارت امنیت امریکا ماه‌های آینده درباره نتیجه های کارش گزارش بدهد.